در ادامه اعترافات زنجیره‌ای بزبز قندی با این افاضات جدید مواجه شدیم که خیلی خلاصه تنها شیوهی که آخوندها برای حکومت کردن بلدن رو بازگو میکنه. ترس از نیروی انتظامی هم حتما باید باشه. اصلا اگه ترس نباشه، ترس و امید هر دو لازمه برای مدیریت یک جامعه و فرد، برای هم تربیت فرد هم تربیت و مدیریت جامعه. ترس و امید اگه یکی از این دو تا نباشه، فقط یکیش باشه، اون جامعه مدیریت نمیشه، شکست میشه. یا فقط همه امیدوار باشن، ترس از هیچی نباشه. این اصلا به لحاظ همه متفکران تعلیم تربیت اینو میگن، متفکران تو حوزه نظم اجتماعی و امنیت هم اینو میگن. اما از اونجایی که این نیروی انتظامی و باقی جک و جونورای نظامن که از مردم میترسن، یک سیرک انتظامی را انداختن که مصداق سوت زدن در تاریکی بود. دشمن ز ما بترس، طایفه‌ای پر اراده ایم، ما مثل کوه پشت سید علی ایستاده ایم. اجرای حرکت تکشرق. اما از اونجایی که خودشون هم میدونن که تک چرخ زدن دردی دوا نمیکنه، تیبریش به دست و پا افتاده تا با این جنگولک بازی ها به نیروهای بزدلش روحیه بده. پدرهامون جوون میدن این راه، یه دنیا خوب میدونه که امروز جهاد ما یه دنیا راست داره. هنوزم پای این تصمیم هستی، هنوز این مملکت سرباز داره. حالا یه جوری سنگ جنگ رو به سینه میزنه که انگار ما خبر نداریم تو دوران جنگ تو جبهه‌ها چه خبر بوده. از همون زمان پاسدارا با کد مودرد برای ریزش و فرار از جنگ اعلام آمادگی میکردن. ما تو سنگر ما یه برنامه بود، یکی از بچه همین گوهردشت کرد بود، موهای سرش هم با ماشین زده بود. یه دفعه صبح اول صبح بود، چون بالاخره بلند شد گفت آقا من خیلی موام درد میکنه. مو درد جبهه از اونجا شروع شد. این آقا افتاد تو دهن بچه‌ها و هر کی صبحم که چون می‌خواست بیاد عقب، گفتم بابا مو درد که دیگه آقا مریضی نیست که آقا مو درد آقا دیگه نمیشه، آقا چی دندون درد، چش درد، آقا نمیشه. گفتم نه ما موام درد میکنه حتما باید برم عقب. مو درد جبهه از اونجا شروع کرد. هر کی زنگ زد یه دفعه طرف مثلا میومد احوال زنگ میگفت میگفت مادر نه نمیدونم مو درد نه نگرفته باشه. میگفتم بابا مو درد درد نیست، مرض نیست. این بنده خدا روحیه نداشت، می‌خواست بیاد بره عقب، شروع کرد گفت من مو درد گرفتم. این خاطره مال دوران جنگ بود. حالا برای که ابعاد روحیه جهادی تو شرایط امروز نظام دستمون بیاد، کانال رو عوض میکنیم و میرسیم به اینا که تو کف مرخصی بال میزنن. حرف حساب تو چیه؟ هیچی، میگم این مرخصیمون چی شد همین. آقا نرو این هفته مرخصی، میمیری؟ مگه میشه نرم مرخصی؟ آقا میشه نرم مرخصی؟ نمیشه. بره مامان جونشو ببینه. بابا بفرستش بره مرخصی، وگرنه این تو صحنه از سایه خودش هم میترسه.